سلام علیکم تماشابینان عزیز. ما امروز تصمیم گرفتیم که با شرکت تاجیک سیاحت توری نوبتی خویش رو به ناحیه شمسین شاهین دوام دهیم. توری امروزه ما 29 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که ما این 29 کیلومتر از شهر کلوب تا ناحیه شمسین شاهین پیاده سفر می‌نماییم. با ما باشید. چقدر که دیده ایستادید ما از سمت راه برآمده با واسطه قطارکوهای حضرت شاه به ناحیه شمسین شاهین رفته ایستادیم. ما را هم چقدر که دیده ایستادید تماشابینان عزیز، ما با مقصد گذاشته خویش رسیدیم. واضح باشد ما در دره آبی دهه دره آبی ناحیه شمسین شاهین قرار داریم. یک چند کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه و ما تمامی مینتداری گرم و جوش خود را به تمامی ساکنان همین دره آب میرسانیم، مخصوصا با اکای نعمتالله که به ما به نهایت خوراک نصفروزی و بلذت داد. What you